وقتی که پیغمبر بزرگوار معراج رفتن، وقتی از معراج گشتن نزد خانه کعبه آمدن، عادت داشتن هر روز میگه در نزد خانه کعبه می آمدن. بعد از اون نفرهایی که ایمان آورده بودن در کنار پیغمبر بزرگوار جمع می زدن. جناب پیغمبر بعضی آیت هایی که نازل میشد براشون میرسوند. ابو جهل هم میگه عادت داشت برای مسخره کردن و تحقیر کردن دائما میگه می آمد به طرز مسخره میپرسید، میگه یا محمد صلی الله علیه وسلم، میگه آیا از آسمان یگان خبر هست؟ یعنی به طرز مسخره میگه ابو جهل لعین. جناب پیغمبر که در اون شب معراج رفته بودن، وقتی گشت آمد، وقتی ابو جهل پرسید که از آسمان یگان خبر هست، جناب پیغمبر فقط گفتن که من امشب از مسجد الحرام از مکه به بیت المقدس به مسجد الاقصی یعنی به اسرائیل، گفتن که من شب رفتم و گشتم آمدم. شاید همون شب و روز ده میگه 2 ماه ره بود از یعنی مکه مکرمه بیت المقدس رفتن آمدنش. در 2 ماه انسان میرفت میامد، چون که پیاده و با اشتر اسب میرفتن، مثل حاضرا بر این سمالیات نبود. وقتی جناب پیغمبر گفت که من امشب بیت المقدس رفتم گشتم آمدم، ابو جهل لعین میگه در سرش میزد، میگه وای به حال وای به ما، محمد چی میگه؟ میگه در یک شب من از یعنی مسجد الحرام از مکه به اسرائیل رفتم آمدم به بیت المقدس. بعد ابو جهل گفت ای محمد، گفت اگر همین سفر تو راست باشه من تمام مردم مکه دعوت کنم، سخن تا دوباره تکرارش میکنی؟ گفتن آره تکرار میکنم. قصه کوتاه دعوت کرد مردم دوباره. جناب پیغمبر این چیز بیان کرد که من امشب یعنی بیت المقدس رفتم آمدم. از بیت المقدس به آسمان شبو نگفت که از بیت المقدس نزد خدا رفتم آمدم، اوش نگفت. بعد از اون ابو جهل میگه نزد حضرت ابوبکر صدیق رفت. گویا ابوبکر گفت این محمد میدونه که محمد برادر چی میگه صلی الله علیه وسلم. حضرت ابوبکر گفت چی میگه؟ گفت محمد برادرت میگه من امشب از مسجد الحرام بیت المقدس یعنی بیت الاقصی رفتم آمدم. حضرت ابوبکر گفت در اصل جناب پیغمبر همین سخن نگفت؟ ابو جهل گفت آره همین سخن نگفت. حضرت ابوبکر گفت که اگر محمد صلی الله علیه وسلم بگه که ای بیت المقدس آسمان رفتم اومدم، او شمن قبول دارم. گفت چی جایی که از مسجد الحرام با بیت المقدس؟ گفت اگر بگه که از بیت المقدس آسمان رفتم آمدم، او شم. گفت حضرت ابوبکر گفت من قبول دارم. یعنی که یگان شبهه در گفتار پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نداشتن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه.